أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب استحباب صوم 3 ایام من كل شهر، یعنی که باب در مسئله مستحب و سنت بودن روزه داشتن 3 روز از هر ماه، یعنی در هر ماه 3 روزی روزه گرفتن، این افضل و سنت و پرثواب می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند حدیث ها را برای ما و شما تقدیم می کند. اولا می گوید که والافضل صومها فی ایام البیض، یعنی برترین و خوبترین و پرفضیلت ترین روزه داشتن 3 روز از هر ماه در ایام البیض است. یعنی ایام بیض روزه بگیریم هر ماه، این افضل و خوبتر و برتر و پرثوابتر می باشد. ایام البیض کدام روزها هست؟ میگه وهی 13 و 14 و 15، یعنی که ایام البیض اون روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه است. یعنی 13 و 14 و 15 هر ماه را میگویند که ایام البیض. کدام ماها؟ ماهای هجری قمری یا ماهای شمسی؟ ماهای شمسی یعنی که همین ماه اپریل و می و این و ایوله که میگیم همینا، نه، با این ماه نه، با ماهای هجری قمری، یعنی ماه رمضان و شعبان و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و این ماها قطعی. یعنی با این ماها هر ماه روزه گرفتن روزی 13 و 14 و 15 پر ثواب و پر اجر می باشد. این روزها را میگن ایام البیض. و قیل 12 و 13 و 14. بعضی ها گفتگیان که 12 و 13 و 14 است، نه 13 و 14 و 15، یعنی یه روز پایانتر گرفتگی هستن ایام البیض را. و صحیح المشهور اولو، اما قول صحیح و مشهور اولش است، یعنی 13 و 14 و 15 را ایام البیضش میگن. ایام البیض روزی 13 14 15 هر ماهای هجری قمری می باشد. پس از این ماه ما ماهی ذوالحجه را بیرون میکنیم. یعنی در ماه ذوالحجه روزی 13 روزش روزه نمیگیریم. چرا روزه نمیگیریم؟ زیرا اینکه روزی 13 ماه ذوالحجه ایام تشریق است، روزه گرفتن جایز نیست. پس در ماه ذوالحجه 14 و 15 و 16 روزه میگیریم. 14 15 یعنی 3 روز روزه میگیریم، 14 و 15 و 16. اما در باقی مانده ماها 13 و 14 و 15 ایام البیض گفته روزه میگیریم. پس این افضل و خوبتر میباشد. پس این بود معلومات مختصر درباره ایام البیض و درباره روزه گرفتنش. اما امام نووی اکنون شروع میکند به دلایل، به حدیثا را تقدیم کردن درباره روزه گرفتنی 3 روز از هر ماه. این 3 روز شرط نیست که در ایام البیض باشد، هر وقتی که باشد میشود. اول حدیثا را میبینیم، یعنی میشود انسان در دهه اول بگیرد، در دهه بین بگیرد، یا در دهه آخر بگیرد 3 روز شه، یا یه روز اول ماه بگیرد، یه روز بین ماه، یه روز آخر ماه بگیرد. این همه خلاصه در همین یک ماهی هجری قمری تو 3 روز روزه بگیر، صاحبی این اجر و پاداش خواهی شد. پس میبینیم که امام نووی رحمه الله برامون چه دلایل تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1257 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفتند، امام حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید که قال اوصانی خلیلی صلی الله علیه و سلم بثلاث. ابو هریره رضی الله عنه میگوید که وصیت کرد مرا دوست نزدیکم، خلیلم یعنی دوست نزدیکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بثلاث یعنی به انجام دادن 3 کار.
میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا امر کرد، فرمانم داد، وصیتم کرد که سه کار رو حتما انجام بدهم. اون سه کار چی است؟ صیام ثلاثه ایام من کل شهر، یعنی یکمین کار این روزه گرفتن 3 روز از هر ماه 3 روزی روزه گرفتن. این میگه با این مرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امرم کرد. این اول. دویم چی است؟ و رکعتای الضحى، دویم کاری که میگه مرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امرم کرد نماز خواندن 2 رکعت نمازی چاشت، نمازی سری آفتاب یا نمازی چاشت بعد از آفتاب برآمدن، که بعد از اونه که آفتاب میبراید بگیم کم تا گرم میشود 2 رکعت نماز میخوانی. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا امر کرد که نماز چاشت من بخوانم. و ان اوتر قبل ان انام، و سیوم کاری که میگه مرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امرم کرد این ویتر خواندن ویتر پیش از اونه که خواب شوم، یعنی پیش از خواب کردنم اول ویتر بخونم، بعد از آن خواب شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه مرا به همین 3 کار امر کرد. این حدیث متفق علیه است. پس دلیل ما همون وصیت یکم یا قول یکم است که صیام 3 ایام من کل شهر. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفت که کدام روز معین رو روزه بگیر، هر ماه 3 روز روزه بگیر. از این حساب هر وقت روزه بگیریم این 3 روز رو میشود. این 3 روز رو هر وقت روزه بگیریم، چی 3 روز رو پای در اولی ماه یا در بین ماه یا در آخر ماه یا جدا جدا، خلاصه 3 روز هر ماه روزه گرفتن این افضل و خوب و پرثواب و پراجر می باشد. این بود اولین حدیث این باب، حدیث 1257. پس بعد از این حدیث 1258 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال، یعنی از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که گفت اوصانی حبیبی صلی الله علیه و سلم بثلاث لن ادعهن ما عشت. ابو درداء میگوید وصیت کرد مرا حبیبم، دوستم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بثلاثین یعنی به انجام دادن 3 کار. میگه من رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرده است که من 3 کار رو انجام بدیم. لن ادعهن ما عشت، ابو درداء میگوید ترکش نمیکنم تا زمانی که من زنده هستم. یعنی 3 کاری را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه مرا به اون انجام دادن اون 3 کار امر کرده است، تا زمانی که میگه من زنده هستم اون 3 کار را ترک نمیکنم. اون 3 کار چی است؟ اول بصیام 3 ایام من کل شهر، یعنی روزه گرفتن 3 روز در هر ماه 3 روزی روزه بگیرم. یکم کار. و دویم کار و صلات الضحى و نماز چاشت را خواندن، این دویمش است. و سیوم و بان لا انام حتی اوتر، یعنی خواب نکنم تا اینکه نماز ویتر بخونم. پس همون 3 چیزی که ابو هریره رضی الله عنه میگه مرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد، همچنین ابو درداء میگه من پیغمبر به همین 3 چیز امرم کرده است، تا زمانی که زنده هستم این 3 چیز را ترک نمیکنم. این حدیث را رواه مسلمون، امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. اینجا هم دلیل ما، یعنی جای شاهد بصیام 3 ایام من کل شهر است، یعنی روزه گرفتن 3 روز هر ماه این اجر و پاداش را دارد. پیغمبر امرش کرد. ببینید در این حدیث ابو درداء همچنین پیغمبر نگفت کدام روزا را روزه بگیر، فقط گفت که 3 روز روزه بگیر. این بود حدیث 1258. بعد از این حدیث 1259 امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1259 میگوید و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال، میگوید که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند صوم 3 ایام من کل شهر صوم الدهر کله. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند روزه داشتن 3 روز در هر ماه روزه داشتن هر سال هست. یعنی هر انسانی که هر ماه 3 روزی روزه میگیرد، پس گویا که این انسان
یک سال را کامل و پره روزه گرفتگی است. یعنی از دیدگاه ثواب، از دیدگاه اجر، انسانی که 3 روز هر ماه روزه میگیرد گویا اینکه یک سال را روزه گرفتگی است. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1259. بعد از این حدیث 1260 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن معاذة العدویة انها سألت عائشه رضی الله عنها، میگوید که از معاذه عدوی روایت است انها سألت، هر آینه همین معاذه عدوی پرسیده است عایشه رضی الله عنها را. عایشه ام المؤمنین را همین معاذه عدوی پرسان شده است، گفته است که اکان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم من کل شهر 3 ایام، گفته است که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم هر ماه 3 روز روزه میگرفت؟ از پیغمبر، از ام المؤمنین مادر مؤمنان پرسیده است که آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر ماه 3 روز روزه میگرفت؟ قالت، حضرت عایشه جواب داده است که نعم، یعنی بله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر ماه 3 روزی روزه می داشتند، هر ماه 3 روزی روزه می گرفتند. پس باز معاذه عدوی گفته است که فقلتو، پس میگه من گفتم که من ای شهر کان یصوم، یعنی در کدام روزهای ماه روزه می گرفت. پس پیغمبر هر ماه روزه می گرفت، کدام روزهایش؟ روزهای معین بود؟ قالت، حضرت عایشه رضی الله عنها جواب داده است که لم یکن یبالی من ای شهر یصوم، یعنی پیغمبر، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهم نبود که در کدام روزهای ماه روزه میگیرد، یعنی اینش مهم نبود، هر ماه 3 روزی روزه میگرفت. از این حساب است که هر ماه در اول یا در بین یا در آخرش 3 روزی روزه بگیری، این اجر و پاداش رو میگیری، یعنی روز معین نیست. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این بود حدیث 1260. بعد از این حدیث 1261 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی ذر رضی الله عنه قال، یعنی از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا صمت من الشهر 3، یعنی که هرگاه قصد روزه گرفتن کردی در یک ماه 3 روز را، 3 روز اگر میخوای در یک ماه روزه بگیری، فصم 13 و 14 و 15، یعنی که پیغمبر گفت که پس روزه بگیر روزی 13 و 14 و 15 هر ماه را. ببینید پس همون ایام البید است. از این حساب است که امام نووی رحمه الله در اولی باب گفت که افضل و خوبتر هر ماه در ایام بید روزه بگیریم، در غیر این هم باشد می شود، اما در ایام بید باشد این افضلتر و خوبتر می باشد. چطور که در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر قصد روزه گیری کردی در هر ماه 3 روز، میخوای هر ماه 3 روزی روزه بگیری، فصوم 13، پس 13 و 14 و 15 هر ماه را روزه بگیر، ایام البید را روزه بگیر. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و این حدیثی حسن می باشد. پس می شود ایام البید را هر ماه روزه گرفت. این بود حدیث 1261. بعد از این حدیث 1262 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن قتاده بن ملحان رضی الله عنه قال، یعنی از قتاده ابن ملحان رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند یأمرنا بصیام ایام البید، میگه امر میکرد ما را به روزه گرفتن روزهای ایام البید. در ایام البید، روزهای بید، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را امر میکرد برای روزه گرفتن. او ایام البید کدام روزها است؟ 13 و 14 و 15، یعنی اون روزی 13 و 14 و 15 هر ماهی
هجری قمری می باشد. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود رحمه الله روایت کردگی است. پس ایام البیض، روزه گرفتن، این خوبتر هست. ایام البیض یعنی روزهای بیض یعنی سفید. چرا ایام البیضش میگویند؟ زیرا اینکه ماه را اگر شما دقت دادگی باشید، وقتی که 13 14 می شود الکی پر می شود، ماه روشن می شود، الکی روشن کننده و نورانی کننده می شود که دیگه پیش پاتا می بینی و دنیا نورانی می گردد و ماه پر می شود. برای خاطر میگن ایام البیض یعنی روزهای سفید کننده، روزهایی که دنیا را در تاریکی شب سفید می شود، بگیم روشن می شود دنیا، یعنی ماه پر که می شود روشنیش به دنیا می رسد. از این حساب ایام البیضش میگن. ایام البیض اما روزها چطور گفتیم که 13 و 14 و 15 هر ماهی هجری قمری می باشد. پس این بود حدیث 1262 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1263 کتاب ریاض الصالحین و امام نووی رحمه الله در این حدیث، آخرین حدیث این باب مستحب بودن روزه داشتن 3 روز از هر ماه، میگوید که و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر. میگد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا یفطروا، افطار نمی کردن، نمی خوردن روزهای بیض را، نه در حضر و نه در سفر. یعنی چی در سفر می شدن چی در حضر، در خانه می شدن، مقیم می شدن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایام البیض را، روزی 13 و 14 و 15 هر ماهی هجری قمری را پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه روزه می گرفتن، افطار نمی کردن، نمی خوردن، یعنی که روزه می داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم. رواه النسائی باسناد حسن، این حدیث را نسائی با سند حسن روایت کردگی هست. این بود آخرین حدیثی باب مستحب بودن روزه داشتن 3 روز از هر ماه. با همین این باب به آخر رسید. پس میگذاریم به باب نو. باب نو، باب فضل من فطر صائما، یعنی باب در مسئله فضیلت شخصی که افطار بدهد انسان روزدار را. یک انسان میخواهد یک روزدار را افطار بتید، بگه فریادش میکند، انسان روزدار را افطار میتید، چی ثواب دارد؟ و فضل صائم الذی یؤکل عنده، و همچنین این باب در مسئله فضیلت روزداری که خورده شود در نزدش. یک انسان روزدار است، مثلا روزدار است، یک جا میروی در پیش دیگرها طعام میخورند و تو انسان روزدار که نمیخوری چی ثواب میگیری؟ الذی یؤکل عنده، یعنی که روزداری که دیگرها در پیش این میخورند و این انسان روزدار صبر و تحمل میکند و طاقت میکند، میایستد، این چی ثواب دارد؟ و دعا و دع الاکلی و دع الاکلی للمأکول عنده، یعنی که و دعا کردنی و دعا الاکلی للمأکول عنده، یعنی که و دعا کردنی آکل یعنی خورنده، للمأکول عنده برای میزبان، برای مأکول عنده، برای که در پیش کسی دیگر خورده شده. ببینید، یعنی دعا کردن انسان میخوردگی در حق میزبان چی فضیلت دارد؟ همچنین فضیلتی دعا کردنی خورنده، یعنی کسی که خورده ایستاده است، للمأکول عنده در نزد انسان میزبان، یعنی که مثلا طعام آماده میکنی، وقتی کسی یا روزدار رو فریاد میکنی بیا طعام تا بخورد، اون آکل است، اون روزدار که میخورد اون آکل است، اون خورنده است، میاد در خانه تو اوقات آماده کردگی تا میخورد و تو المأکول عنده هستی، یعنی تو میزبان هستی، پس تو صاحب طعام هستی که برای اون رو آماده کردی. پس همین روزدار میاد در خانه تو میخورد و در حق صاحب طعام دعا میکند، چی فضیلت دارد. پس این باب، در زیر این باب امام نووی رحمه الله برای ما شما 3 حدیث تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1264 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید عن زید بن خالد الجهنی
خالد الجهنی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از زید ابن خالد جهنی رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من فطر صائما، یعنی هر کسی که افطار بدهد انسان روزدار را، هر کسی که انسان روزدار را طعام بتید افطار بدهد کان له مثل اجره، یعنی میرسد به انسان طعام دهنده مثل اجر انسان روزگیر. مثلا روزه نداری خودت طعام آماده میکنی، وقتی فریاد میکنی یک روزدار را، پس تو هم ثواب میگیری به مثل آنه که اون انسان روزدار برای روزش ثواب گرفت. تو برای طعام افطار دادگید اون انسان روزدار را به مثل همون ثواب میگیری. غیر انه لا ینقص من اجر الصائم شیء، مگر اینکه میگوید کم نمیشود از اجری انسان روزدار چیزی. یعنی الله سبحانه و تعالی با فضل و بزرگیش برای این انسان ثواب علاوگی میدهد، ثواب زیادتی میدهد، اما از انسان روزدار یگان چیز کم نمیشود. الله سبحانه و تعالی از فضیلتش از بزرگیش برای این انسان میدهد. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1264. بعد از این حدیث 1265 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله میگوید و عن ام عماره الانصاریه رضی الله عنها، یعنی که از ام عماره انصاری رضی الله عنها روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم دخل علیها، میگوید هر روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آمد نزد ام عماره انصاری. پیغمبر نزد این بگم نزد ام عماره مهمان شد یا نزد این کس در آمد. فقدمت الیه طعاما، پس همین ام عماره برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضیافت آورد، طعام آورد، یعنی خانش مهمان کشیده بود، پس مهمانداری کرد، چی طعام آورد. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، صاحب خانه را گفت، میزبان را گفت که کلی، یعنی بخور، بیا طعام بخور. فقالت، پس میگه میزبان صاحب خانه گفت که اینی صائمتون، یعنی من روزدار هستم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این الصائم تصلی علیه الملائکه اذا اکل عنده حتی یفرغوا. ببینید، یعنی این فضیلت کسی که روزدار است در پیشش دیگرها میخورند و این صبر و تحمل میکنند. چی فضیلت دارد؟ پیغمبر گفت که این صائمه، هر آینه گفت انسان روزدار، هر کسی که روزدار است، تصلی علیه الملائکه، درود میفرستند بر انسان روزدار ملائکه ها، کی اذا اکل عنده، هنگامی که طعام خورده می شود در نزدش. مثلا در پیش تو روزدار هستی، در پیش دیگرها روزه بگن طعام میخورن، اونها روزه نگرفتن، اونها طعام میخورن، پس ملائکه در بگن صلوات درود میفرستادن در حق تو، در حق تو دعا میکردن تا که حتی یفرغوا، یعنی تا زمانی که از خوردن فارغ شوند، یعنی تا زمانی که خوردن بود کنند، تا انا همون وقته مثلا 10 دقیقه میکشد، 20 دقیقه میکشد، ملائکه ها در حق تو دعا میکردند، درود میفرستادند. و ربما قال، چی بسا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتگی است که حتی یشبعوا، یعنی تا زمانی که سیر شوند. اون آدمایی که در پیش روزه خورده ایستادن، تو روزه دار هستی، تا سیر کردن اون ملائکه در حق تو دعا میکردند، در حق تو دعا میکردند و در حق تو درود میفرستادند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیثی حسن می باشد. پس این حدیث دلالت میکند که کسی در پیش انسان روزدار چیزی که بخورد جایز است و اون انسان روزدار ثوابش بیشتر و زیادتر میشده است اگر صبر و تحمل بکند و روزش را نخورد. این بود حدیث 1265.
بعد از این حدیث 1266 کتاب ریاض الصالحین و آخرین حدیث این باب و همچنین آخرین حدیث کتاب فضائل. با همین کتاب فضائل به آخر میرسد. امام نووی رحمه الله میگوید و عن انس رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم جاء الى سعد بن عباده رضی الله عنه، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است، هر اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه آمدن نزد سعد بن عباده رضی الله عنه، پیغمبر نزد سعد بن عباده آمدن، فجاء بخبز و زیت، پس آوردن نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخبز و زیت، یعنی نان و روغن، یعنی طعام های همون زمان، نان آوردن نزد پیغمبر و یگان چیز در روغن آوردن تا اینکه تر کرده نان رو در روغن بخورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فاکله، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوردند. ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم، بعد از خوردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند افطر عندکم الصائمون، گفتند افطار کرد در نزد شما انسان‌های روزدار، یعنی روزدار طعام شما را خورد. و اکل طعامکم الابرار، و بخورد، این جمله دعایی است، و بخورد طعام شما را نیکان، انسان‌های ابرار، انسان‌های با تقوا، انسان‌های صالح و نیکار طعام شما را بخورد. و صلت علیکم الملائکه، و درود بفرستند بر شما ملائکه ها. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که رفت در خانه سعد ابن عباده رضی الله عنه طعام خورد، پس آکیل یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق المأکول عنده، یعنی در حق میزبان دعا کرد، گفت افطر عندکم الصائمون، یعنی که افطار کرد در نزد شما انسان‌های روزدار، یعنی جمله دعایی است، می شود همچون دعا ترجمه اش کنیم، بگیم که افطار کند در نزد شما روزداران، یعنی که همیشه طعامی تو را روزدارها بخورد. و اکل طعامکم الابرار، و بخورد طعام شما را انسان‌های نیک، انسان‌های صالح، انسان‌های با تقوا طعام شما را بخورد، که طعام شما را میخورد عبادت میکند، طعام شما را میخورد ذکر و یادی الله میکند، شما ثواب میگیرید. و صلت علیکم الملائکه، و درود بفرستد بر شما ملائکه ها. این جمله دعایی است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حق سعد ابن عباده رضی الله عنه دعا کرد. پس ما هم در اینجا رفتیم وقتی که تناول کردیم خانه کسی، در حق میزبان، در حق صاحب طعام می شود این دعا را بکنیم که افطر عندکم الصائمون و اکل طعامکم الابرار و صلت علیکم الملائکه. این دعا را کردند ما و شما همچنین حق داریم. این حدیث را رواه ابو داود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داود با سند صحیح روایت کرده است. پس این بود کتاب فضائل. کتاب فضائل با همین با آخر رسید. پس میگذاریم در کتاب نو. کتاب نو کتاب الاعتکاف والحج والجهاد است. این سه کتاب رو یک جا جمع کرده است. کتاب اعتکاف شیشتن، کتاب در مسئله اعتکاف شیشتن. اعتکاف چی است؟ اعتکاف در آخر رمضان در مسجد میدرای و میشینی، همین رو میگن اعتکاف. 10 روز یا چند روز اعتکافی سنتی داریم و اعتکافی نظری داریم، خلاصه اعتکاف ها گوناگون میشود. خلاصه در مسجد میرای مینشینی، انا همون را میگوین اعتکاف. والحج کتاب همچنین درباره حج است، والجهاد کتاب همچنین درباره جهاد میباشد. این کتاب را ان شاء الله اولینش کتاب الاعتکاف شروع میشود، درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.